أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. با سلام. سوره عصر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خدا از شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. والعصر، قسم به زمان. ان الانسان لفی خسر، همانا انسان در زیانکاره، در حال زیانکاری است. بجز چه کسانی؟ آیه بعدی، الا الذین آمنوا، بجز کسانی که ایمان آوردند و عملوا الصالحات، و عمل صالح انجام دادند، و تواصوا بالحق، و توصیه کردند به حق، و تواصوا بالصبر، و توصیه کردند به صبر. اینجا ان الانسان لفی خسر و الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. دو نمونه انسان وجود داره، یه نمونه انسان زیانکار و یه نمونه انسان صالح.